نام شما چی است؟ اسم آرزو است. آرزو. اسم پدر؟ اسم پدر عبدالقادر. سکونت اصلی شما کجا میباشد؟ کابیسا. سکونت فعلی کابل. در کجا زندگی میکنید؟ خیرخانه. سویه تحصیلی شما چی است؟ فارغ 12 هستم. وظیفه چی میباشد؟ وظیفه ندارم، خانم خانه. کدام ویدیویی که شما نشر کردید در مورد چی بوده؟ ویدیو را خانه خواندیم رفته بودم، ویدیو از ما گرفت و از ما پرسان کرد تو چرا لطکو بسی؟ گفتم امروز شوهرم جنگ کردیم، امروز شوهرم جر بس کرد من لط کرد. وقتی من لطکو کرد اونجا که رفتم دختر گفت زیاد من تحریک کرد، گفت تو نگو فقط بگو من امارات لط کرده در اوضاع 11 محلت کوب شدیم، من بر تو یک کیس جور میکنم. ای برای من نگفت که من ایره در فیسبوک در بسته جهان ایره من پخش میکنم، فقط گفت ایره من به یک نفر روان میکنم. من خبر نداشتم از این دختری ای کار داغ کرد. دختر به نام چی بوده؟ وسیمه. چی کاره میباشه او وسیمه؟ وسیمه فعلا بیکار است نخوانم. هدف ویدیوی شما به خاطر بدنام ساختن امارات اسلامی چی بوده؟ هدف بدنام ساختن امارات نبود، فقط دختر بر من گفت براتان کیس جور میکنم برین طرف خارج، دیگه کدام هدف بد نداشتیم. ما ادعا کلش باطل است، حقیقت نداره ادعا، چون دختر بر من گفت اینمی قسم چیزا بگو، ما از زبان از او به گفتی از او ما یک قسم گفتم، این چیزای کدامش حقیقت نداره و امارات کتیما کدام بدرفتاری نکرده. از وقتی که در این نظارتخانه امارات اسلامی آمدین همراه شما از طرف امارات اسلامی رویه نیک شده؟ خیلی بسیار رویه نیک میکنن همراه ما فکر میکنیم در خانه خود هستیم، ما از کرده خود پشیمان هستیم، کار کردیم پشیمان هستیم. ما قلبا از امارات معذرت خواهی میکنم بابت کار خود، بابت از اشتباهی خود. شما در ویدیویتان گفتید که جنرالا و یارا که بیاین که در حق خوال شما اینقدر ظلم شده، امارات اسلامی با ما کارهای بدی رخ داده از طرف امارات اسلامی. آیا این حقیقت داره یا نه؟ این گفتهای ما بله با گفتی وسیمه نام ما این چیزا رو گفتیم، چون که خودش امرای جبه مقامت همدست است، این چیزا رو برای ما گفت که تو باید اینمی قسم بگویی. ما از زبان از اونا گفتم. ما از این خانم چی شان میشیم؟ ما شوهر از این هستم. اسم ما از اسمت الله، ولادیت محب الله، سکونت اصلی پروان می باشه، فیلی ما نایب 15 خیرخانه می باشه. و قضیه که ایگه شده که ویدیو پخش شده، خانم ما تحریک شده، این علت کو از طرف امارات نشده، علت کو با خودمون در بین خود یک مشکل داشتیم، مشکل خود ما بوده. خانم که اداره کرده که مرا امارات اسلامی لط کرده، مرا زده هیچ اصلا موقعیت نداره. علت کو به شکنجه‌ای که در وجودش معلوم میشه و از طرف خودم هست. آیا شما از امارات اسلامی خوشبین هستین یا بدبین هستین؟ چه رقم؟ روزی که امارات اسلامی آمده ایره خاص از رضای خدا میگم که من خوش هستم. چور گم شد، چپاول گم شد، مافیا گم شد، دزد گم شد، رهزن گم شد، حق به اقدارش فعلا میگم. ما خودم معرفی میکنین؟ وسیمه هستم از ولایت کاپیسا، باشنده کابل می باشم، نایی هستم. مقصد شما از پخش کردن ویدیو چی بوده؟ دلیل از اینکه ما ویدیو را نشر کردم، این دختر خانم آمد چیزایی که برای ما گفت اصلا ما مدقه باور کردم، پسند دانستم که حقیقت نداشت. ما ویدیو را به صفحه امواج نیوز، به صفحه امواج نیوز همی که گردانندهشان مسلم شیرزاد هستند، برای پنشیر نیوز برای اینترنشنال روان کردم و وقتی که ما ایره روان کردیم دیدیم که قضیه یعنی واقعیت خبر موثق نبوده. ما از امارات اسلامی از برادرای ما معذرت میخوایم، اونقدر که حفا کردن، اونقدر زندانایی را که اعلا کردن، عفو عمومی کردن، قماندانا را عفو کردن، امیدوار هستم که ما را چون از اینکه دختر هستیم عفو ما کنن. یک اشتباه کردیم معذرت میخوایم، آینده این کار تکرار نمیشه.